یعنی اما هم امانت نگهدار هم با قوت. یعنی این صفت هر یک کارگر، هر یک رئیس، هر یک وزیر، هر یک راهبر باید همین دو صفت داشته باشد: قوی در همین ساحه، متخصصی با قوت، امین امانت نگهدار. یک آدم متخصص مثلا آشپز یا مثلا پزنده ماهر است لیکن خیانتکار است، پول میدوزد، نمیشد. یک آدم امانت نگهدار است لیکن تمام وی هیچ کس نمیخورد، نمیشد. مثلا اگر پزنده گیرید یا جنگاور هم گیرید، وزیری مدافعه هست، جنگاوری زور است، خیانتکار است، یا خیانتکار نیست امانت نگهدار است و جنگاور نیست، نمیشد. باید همین دو صفت در هر یک کارگر دیده شود.